اژدهای وحشی رسما وارد خاورمیانه شد. امضای قرارداد 25 ساله بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین پای چین کمونیست را رسما به خاورمیانه باز کرد. خلاصه سندی که وزارت امور خارجه ایران منتشر کرده نشان می‌دهد ابعاد نظامی و امنیتی این همکاری بسیار بیشتر از بعد اقتصادی است. همکاری‌های مشترک در خصوص مسائل نظامی، امنیتی و مبارزه با تروریسم در منطقه و جهان یکی از ابعاد اصلی نگران کننده این قرارداد 25 ساله است. زیرا هر دو رژیم در مورد نقض حقوق بشر، خصوصاً نقض حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی کارنامه بسیار سیاهی دارند. از انکار هویت ترک و زندانی کردن و شکنجه فعالین ترک در ایران گرفته تا شستشوی مغزی و تلاش برای تغییر هویت قومی و مذهبی به قصد پاکسازی و یکسانسازی اویغورها در چین. در حالی که جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران امضای این سند را دستاورد بزرگ اعلام می‌کند، مخالفان این قرارداد نظر دیگری دارند، به طوری که مخالفان جمهوری اسلامی این سند را سند وطن فروشی، تجزیه ایران و ترکمنچای چینی معرفی می‌کنند. ولی از همه مهمتر به نظر می‌رسد ابعاد اصلی این سند منتشر نشده است. خلاصه کلیات سند منتشر شده حاکی از همکاری‌های مشترک نظامی، امنیتی، اقتصادی، علمی و فرهنگی است. این سند با مسئولیت مستقیم علی لاریجانی، رئیس مجلس پیشین ایران و مشاور رهبری و فرستاده ویژه ایشان نهایی شده است. اما آنچه مهم به نظر می رسد این است که این سند پای اژدهای وحشی کمونیستی را که پرونده های مختلف نقض حقوق بشری از جمله نقض سیستماتیک حقوق اویغورها را در پرونده دارد به صورت رسمی وارد خاورمیانه کرده است. حال باید منتظر ماند و دید که این اژدهایی که دندانهایش به خون هزاران و یا بلکه میلیون‌ها ترک اویغور آلوده است با مردمان خاورمیانه چه خواهد کرد. چینی که یک سیستم عقب مانده سیاسی، تک حزبی و به شدت سرکوبگر دارد چطور میتواند الگوی دیگر ملل باشد؟ احتمالاً در آینده نزدیک بلوک غرب و برخی بازیگران اصلی منطقه از جمله جمهوری ترکیه سیاست‌های جدیدی را در این خصوص اتخاذ خواهند کرد تا جلوی یک فاجعه قریب الوقوع تا حدودی گرفته شود. به نظر می‌رسد چین به دنبال گسترش بالهای خود به سایر نقاط جهان است. اما آیا این بالها در آینده به مقاصد خود خواهند رسید؟